سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به آموزش کامل زبان برنامه‌نویسی پایتون که قراره با هم شروع بکنیم و تا پایان دوره مقدماتی و بعد از اون دوره پیشرفته رو با هم بریم جلو. خیلی خوب، اگه بخوایم توی این ویدئوی معرفی از زبان برنامه‌نویسی پایتون داشته باشیم، این زبان یه زبان خیلی خیلی محبوبه، حداقل توی سالهای اخیر و 100% سالهای آینده خیلی ازش خواهیم شنید چون خیلی داره غوغا میکنه. و اگه نگاهی به در واقع لیست محبوبیت این زبان و موارد استفادهش بیاندازیم، میبینیم که توی چند سال اخیر همیشه توی صدر جدول قرار داشته و به عنوان اولین زبانی بوده که همیشه برنامه‌نویس ها ازش استفاده میکردن. زبان پایتون برای اولین بار توسط خودوفان رسوم هلندی در اواخر دهه 80 معرفی شد و در واقع او بود که اولین نفر بود که توانست با استفاده از زبان‌های مختلف یه زبان جدیدی ایجاد بکنه که خیلی ساده باشه، یعنی نزدیک باشه به اون زبان محاوره انگلیسی که ما راجبش صحبت میکنیم. دقیقاً منظورشون بود که یک زبانی خلق بکنه که ما وقتی شروع میکنیم به نوشتن یک کد، در واقع اون منطق ذهنیمون رو دقیقاً تبدیل بکنیم به اون کد و نیاز نباشه که کارهای پیچیده‌ای انجام بدیم. همونجوری که تو زبان‌های مختلف می‌بینیم برای نوشتن یک دستور ساده نیازه که کارهای مختلف و زیادی انجام بشه، ولی تو زبان پایتون این گونه نیست و شما به راحتی میتونید اون منطقی که دارید رو اجرا بکنید. برای این مثال من اومدم و دو تا زبان برنامه‌نویسی C و زبان برنامه‌نویسی پایتون رو با هم مقایسه کردم توی یک منطق یکسان. توی این منطق من نیاز داشتم که یک خروجی را چاپ بکنم، پرینت بکنم در واقع، که من یک عبارتی رو برگردونه، مثلا hello world یعنی سلام دنیا، چیزی که تو بین برنامه‌نویسا خیلی معروفه این hello world و معمولا استفاده میشه. اگه تو زبان برنامه‌نویسی C یا همون قسمت اول نگاه بکنید، میبینید که ما نزدیک 3-4 تا خط داریم و منطق اینگونه اجرا شده و اگه بخوایم از نظر در واقع اون چیزی که تو ذهنمون هست تعریفش بکنیم، تعریف خاصی نداره و نمیتونیم قشنگ ببینیم که چه اتفاقی افتاده اینجا. ولی اگه تو قسمت پایین یعنی زبان برنامه‌نویسی پایتون نگاه بکنیم، میبینیم که تو یک خط در واقع شسته و رفته نوشته شده و خیلی راحت نوشته که پرینت بکن یک چیزی را و در واقع تو خروجی به ما این هلو ورلد رو نشون میده. حالا قضاوت رو میذارم پای خودتون که در واقع بدونید کدوم زبان منطقی تره، کدوم زبان آسون تره و این مورد در همه منطق ها و دستوراتی که زبان پایتون داره در واقع اتفاق میفته و این سادگی همیشه حفظ میشه و پیچیدگی های عجیب غریب ما تو زبان پایتون نخواهیم داشت. زبان پایتون تو حوزه‌های مختلفی مورد استفاده قرار میگیره. یه جورایی میشه گفت یک زبان همه جانبه است، یعنی اگه شما اونو یاد بگیرید تو هر حوزه‌ای که دلتون بخواد تو حوزه کامپیوتر و برنامه‌نویسی میتونید وارد بشید. برای مثال از زبان پایتون برای دیتا ماینینگ یا همون تحلیل داده‌های خیلی پیچیده استفاده میشه. همچنین زبان پایتون در بازی سازی و ساخت نرم افزارهای مختلف با منطق‌های مختلف کاربرد داره. برای مثال نرم افزار فتوشاپ و بخشی از نرم افزار اتوکد از زبان پایتون استفاده شده برای در واقع برنامه‌نویسیش. همچنین از زبان پایتون در هوش مصنوعی خیلی استفاده میشه، به خصوص در چند سال اخیر که موارد کاربردش خیلی زیاد بوده و دیدید که چجوری هوش مصنوعی غوغا کرده. کاربرد دیگه پایتون مربوط به برنامه نویسی بک اند یا همون بخش سرور یک وبسایت هست که در واقع منطق اون وبسایت را پیاده سازی میکنن با استفاده از زبان پایتون و ابزارها و فریمورک های بسیار خوبی هم برای این منظور توسعه داده شده توسط زبان پایتون که میتونیم از اونها استفاده بکنیم. به نظرم این که تا اینجا با زبان پایتون آشنا شده باشیم کافیه و نیاز نیست زیاد پیچیده و تئوری بکنیم کار را و میدونم که منتظرید هرچه سریعتر برید کد بزنید و شروع بکنید به برنامه‌نویسی واقعی و تو عمل ببینید که برنامه‌نویسی دقیقاً چجوری هست. واسه همین زیاد سرتون رو به درد نمیارم و توی ویدیو بعدی شما رو خواهم دید جایی که میخوایم در واقع زبان برنامه‌نویسی پایتون رو نصب بکنیم، با در واقع محیطی که میخوایم توش کد زنی انجام بدیم آشنا بشیم و همینجوری با هم دیگه بریم جلو. پس دقت بکنید دوشنبه ها و چهارشنبه ها و شنبه ها ما قرار ویدیو جدید داشته باشیم درباره زبان پایتون و دوره مقدماتی و بعد از اون دوره پیشرفته رو با هم کامل خواهیم کرد.
تا ویدئوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.